در مورد هشتگ ماسلیته‌ایم و جلز و ولز مرد ایرانی، در مورد این هشتگ در حالی که منطقیش اینه که خفه خون بگیره، بذاره زنها هر جوری که میخوان به مبارزشون ادامه بدن و هر جوری که میخوان قبح کلمات رو در مورد خودشون بریزن، لازم دیدم که این ویدیو رو بسازم. با این قسمت شروع میکنم که مرد ایرانی به عنوان کسی که تا وقتی اره اقتصاد به کونش فرو نرفته بود هیچ مشکلی با آخوند نداشت، گوه میخوره که به زنهایی که از همون سال اول انقلاب اسلامی، از همون سال 57 ریختن بیرون و بهش اعتراض کردن، به جمهوری اسلامی و قوانین مزخرفش، به قوانین زن ستیزش اعتراض کردن، بگه که چجوری مبارزه کنید، چجوری مبارزه نکنید. مرد کون نشور ایرانی که توی تمام این سالها نتونسته همین سربازی که اینقدر ازش میناله رو لغو کنه. مرد ایرانی گوه میخوره به همچین زنهایی که اینقدر خوب جنگیدن، 45 سال دارن هر روز میجنگن. گوه میخوره به این زنها بگه که چجوری مبارزه کنید، چجوری مبارزه نکنید. این در وهله اول، نه فقط توی این مسئله، توی تمام مباحث دیگه مرد ایرانی بهتره بره خفه خون بگیره، مثل تمام این سالهایی که خفه خون گرفته بود در مورد تمام ظلمهایی که به زنها میشده، در مورد تمام حقوقی که جمهوری اسلامی و حتی قبل از جمهوری اسلامی، پهلوی، قاجار و هر حکومت دیگه‌ای به زنها روا داشته و مرد ایرانی هرگز صداش در نیومده، همیشه خفه خون مرگ گرفته بوده و الانم اگر صداش در اومده، همون جوری که توی جنبش ژینا دیدیم مشکل ما اقتصاد، مشکل ما حجاب نیست، از دهنش نمیافتاد و نمیافته. نمیدونم شعار محبوبش نه پول داریم نه خونه، حجاب شده بهونه شده بود. اوکی؟ همچین آدم‌هایی گوه میخورن به زنها بگن چجوری برای مطالباتشون بجنگن. اگر شما این 10 سال اخیر اقتصاد به کونتون فشار آورده و وارد مبارزه با جمهوری اسلامی شدید، زنهای ایرانی 45 ساله که هر روز دارن با جمهوری اسلامی بزرگ و جمهوری اسلامی های کوچیک که مردهای خانواده، مردهای اطرافشون توی جامعه و توی خانواده است میجنگن. پس دهنتون رو گوه بگیرید و به زنها، برای زنها باید و نباید و راه و چاه مشخص نکنید. شما خیلی کوچیکتر، ناچیزتر، حقیرتر و بی ارزه تر از این حرفایید. خفه بشید. اوکی؟ نه فقط در این مورد، در تمام موارد مربوط به حقوق زنان در دهنتون رو گوه بگیرید. شما در حد حرف زدن در مورد حقوق زنان نیستید. شما در حد همون حرف زدن و گفتن ما گشنمونه، ما ماشین میخوایم، ما باید دلار بشه 3 تومن هستیم. شما رو چه به صحبت در مورد شأن و کرامت انسانی، شما رو چه به مبارزه مدنی در مورد حقوق انسانی، شما رو چه به این گوزگوزای بزرگتر از دهنتون. شما گوه بخورید. از این بگذریم. میخوام برم اصلا ببینم حالا سلیطه‌ای که ما میگیم ما سلیطه‌ایم و اینا به چند جاشون فشار اومده، نمیدونم به اونا چه، این یعنی چی؟ سلیط و سلیطه 2 تا کلمه که سلیط برای مردها به کار میره و سلیطه برای زنها، همونجوری که الان اینجا میذارم و میتونید ببینید. سلیط برای مرد به معنی فصیح، تیز زبان، مردی که زبان برا و قرایی داره. و برای مردها تعریف محسوب میشه. میگن فلان مرد خیلی سلیطه، یعنی اینکه زبان سلیطی داره، یعنی که خیلی زبان برنده و نافذ و صریحی داره. حالا همون کلمه رو میاری توی زنها، برای زنها استفاده کنی، میشه سلیطه و میشه زن بد زبان. یعنی چی؟ یعنی که تو میتونی مرد باشی، زبان دراز باشی، میتونی مرد باشی، از حق خودت با صدای بلند دفاع کنی، میتونی مخالف باشی، میتونی سر و صدا کنی، ولی اگر زن باشی حتی حق اعتراض، حق بلند صحبت کردن رو هم نداری. و این کاملا غیر فمینیستیه و این هشتگ سلیطه دقیقاً اینجا رو نشونه گرفته. حق حرف زدن زن ایرانی، حق اعتراض زن ایرانی. این هشتگ برای بازپسگیری این حقوق زنانه، ولی شما عقلتون به این نمیرسه، چون هیچ وقت
صداتون ازتون گرفته نشده. هیچ وقت وقتی که به یک مزاحم خیابونی اعتراض کردید که چرا به من دست زدی، چرا به من این حرف رو گفتی، نگشته بهتون بگه سلیطه جنده که صداتون رو خفه کنه که بفهمید سلیطه بودن یعنی چی. برای اینه که شما هیچ درکی از زنانگی ندارید، هیچ درکی از این که زنها چرا باید صداشون رو پس بگیرن ندارید. پس خفه شید. خفه شدن رو که بلدید. من 4 ساله که اکانت توییترم و بعد از اون اکانت اینستاگرام و بعد از اون اکانت یوتیوبم فمینیست سلیطه است و از نظر خودم این فمینیستی ترین کاری بوده که توی کل عمرم انجام دادم. قب زدایی از کلمه سلیطه. بله من سلیطم. میخوای وقتی که به کارهای مزخرفت اعتراض میکنم بیای بهم بگی این سلیطه بازی ها چیه، این خیلی سلیطه است. من از قبلش خودم گفتم آره من سلیطم و تو باید به حرف من گوش بدی و تو باید حرف منو بشنوی و تو باید من رو جدی بگیری، نه اینکه به من یک برچسب جنده و سلیطه بزنی بعد بگی خب دیگه حالا ناراحت شو برو کنار توی اتاقت به کارهای زشتت فکر کن. ما دیگه از این برچسب ها نمیترسیم. دیگه نمیتونید زنی که صداش رو در مقابل بی‌شرف بازیاتون بلند میکنه رو سلیطه خطاب کنید، اونم ناراحت شه، افسرده بشه، شوک بشه، بره تو اتاق گریه کنه. دیگه نمیتونید به زنی که لباس مورد علاقه‌شو میپوشه بگید جنده و اون مجبور بشه بره لباسشو عوض کنه. بله ما هم سلیطه ایم، هم جنده ایم و هر کاری که دوست داریم میکنیم. حالا سوال اینجاست که مرد ایرانی چرا اینقدر سوخته؟ چرا اینقدر از این هشتگ سوخته؟ براش ادب و مؤدب بودن مهمه؟ گوه خورده. شعار محبوب اینا سبزی پلو با ماهی کسننه سپاهی بود. ما اونجا خودمون رو تیکه پاره میکردیم که نگید اینها فرهنگ تجاوزه، اینا جملات شعارهای جنسیت زده است. میگفتن نه اینا یک شعارهای مترقی هن، مردم عصبانی هن، اینا نشون دهنده میزان نفرت مردم از حکومتن. اونجا بی ادب بودن اشکال نداشت چون پای کیر شما در میون بود، چون اونجا میتونستید با این شعارها اون قدرت کیرتون رو تثبیت کنید، میتونستید احساس قدرت کنید از اینکه بهتون یک کیر وصله و الان دارید احساس خطر میکنید. چرا؟ چون یکی از بزرگترین سلاحاتون علیه زنها، یکی از بزرگترین سلاحاتون برای سرکوب زنها که استفاده از کلمات و برچسب زنیه داره بی اثر میشه. اگر امروز همه زنها بگن بله من سلیطم، فردا تو مرد نمیتونی خواهرتو توی خونه حبس کنی، سرکوب کنی تا صداش بالا اومد بگی این سلیطه بازی ها چیه، چقدر سلیطه شدی. نمیتونی فردا اگر همه زنها امروز با هم بگن بله ما جنده ایم، فردا نمیتونی به خواهرت به همسرت بگی که این چه طرز لباس پوشیدنه، فقط اینو جنده ها میپوشن برو عوضش کن. اونم بهت میگه من جندم هر جور دوست دارم لباس میپوشم. و تو مرد ایرانی از اینجاست که کونت سوخته و خر خودتی. تو هیچ وقت برات کرامت زن ایرانی مهم نبوده. اگر مهم بود که 20 سال زن ایرانی رو روی آسفالت با ابزار زندگی حیوانی کشیدن تو ون گشت ارشاد. تو کدوم گوی بودی؟ تو داشتی چه گویی، تو کدوم گوه‌دونی میخوردی که الان برات مهم شده زنها خودشون به خودشون نگن سلیطه؟ گوهخور زنهایی تو؟ کی به تو گفته تو وکیل وصی زنهایی؟ اونجایی که باید صداتون در بیاد، اونجایی که باید از خودتون یه واکنش انسانی نشون بدید، مثلا در مقابل گشت ارشاد، مثلا موقع قوانین ضد زن ازدواج، مثلا موقع هزاران تبعیضی که علیه زنها هستی، زبونتون تو کونتونه. الان که زنها دارن حق سر و صدا کردنشون، حق سلیطه بازیشون، حق اعتراض کردن برای حقوقشون، حق بالا بردن صداشون رو پس میگیرن، تو ناراحت شدی، نگران شأن و کرامت مایی که ما به خودمون نگیم سلیطه؟ وای توهین‌آمیزه. توهین‌آمیز اینه که ما با تو کندشور هموطنیم. توهین‌آمیز اینه که مردای کشور ما بی ارزه ترین، بی بخارترین و بی شرفترین مردهای دنیان. اینه که توهین‌آمیزه، نه اینکه ما زنها خودمون کلماتی که سالها ما رو باهاشون سرکوب کردید رو از توی حلقتون بکشیم بیرون و بی اثر کنیم. شما از کم شدن تسلطتون روی زنهاست که ناراحتید، نه از کلمه‌ای که داره به زنها ارجاع داده میشه، وگرنه اونی که خود زنها دارن استفاده میکنن. چیش به تو چرا گوه میخوری؟
مرد ایرانی میدونید چی میخواد؟ میخواد مملکت عوض بشه، مشروب آزاد بشه، دلار بشه 3 تومن، ولی زن ایرانی همچنان تو سریخور بی صدا بی تصویر بمونه که بتونه هر وقت که خواست تا اون زنه یک قدم پاشو از مغز کوچولوش جلوتر گذاشت 2 تا سلیطه و جنده بهش بگه، دوباره برش گردونه تو اندرونی. این چیزیه که مرد ایرانی میخواد. تو رو چه به گوزگوز مبارز بودن، تو رو چه به گوزگوز انقلاب کردن. تو نهایتا رژیم چینج میخوای و یک شرایط اقتصادی بهتر. تو در حد انقلاب کردن نیستی مرد ایرانی، حد خودتو بدون. تو مغز آخوندیه. با مغز آخوندی آخوند رو بر میداری، یه آخوند دیگه با کروات میخوای بیاری بذاری جاش. بخصه این سطل انطلبای گوه. یعنی هر چقدر ارزشی منفوره، هر چقدر ارزشی تو مغزش ریدن، سطل انطلب 2 برابر ریدن. و هر دوشون هم از کون و کس زنا بالا میرن. بابا گوه ما رو اینقدر نخورید بی شرفا. کسی که تا نمیدونم چرا هر انسگی از راه میرسه واسه ما میشه مفسر اقتصادی اجتماعی. همه با همنا، یعنی یه نفره ولی هم تفسیر اقتصادی میکنه، هم اجتماعی، هم سیاسی، هم فرهنگی، هم حقوق زنان، هم حقوق کودکان، هم محیط زیست. بابا گوتو بخور. تو اسم خودتو بدون غلط املایی بلد نیستی بنویسی، چی گوه میخوری؟ این عکس رو میبینید؟ تا این عکس 45 سال فاصله شه از سلیطه تا سلیطه. حالا برو خودتو جر بده. ما سلیطه بودیم و سلیطه میمونیم. ما صدامون بلند بود و بلند میمونه. گذشت اون زمانی که میتونستید با این مزخرفات صدای زنا رو خفه کنید. گذشت اون زمانی که یه برچسب سلیطه، یه برچسب جنده میگرفتید دستتون و زنا به هر سازی که شما میزدید میرقصیدن. گذشت اون زمان که تو محل چوب مینداختید فلانی جنده است، زن خودشو میکشت. الان چوب میکنیم تو آستین شما. الان دقیقاً همون سلیطه‌ای هستیم که شما ازش میترسید. دقیقاً همون سلیطه‌ای هستیم که قرار شلوار شما رو پاپیون کنه دور گردنش. مهمم نیست که تو ارزشی باشی، آخوند باشی، سطل انطلب باشی یا هر سگ و سوتک دیگه ای. ما نقطه ثقلمون حقوق زنانه، حق خودمونه و تو گوه میخوری به هر اسمی بخوای پایمالش کنی. تو گوه میخوری به هر اسمی بخوای سرکوبش کنی. تو گوه میخوری به هر اسمی بخوای برای ما باید و نباید تعیین کنی. تو گوه میخوری به هر اسمی برای ما خط مشی بذاری. تو گوه میخوری به هر اسمی چوب لاچرخ ما بذاری که کارهایی که میخوایم رو نکنیم، حرفایی که میخوایم رو نزنیم. تو سگ کی باشی آخه؟ به عنوان یک مرد ایرانی بی ارزه گوه زیادی نخور. برو بگو گشنمه، برو بگو پول میخوام، برو بگو نمیدم بکنی. شما که عادت دارید. شما رو چه به حرف زدن از این چیزایی که بزرگتر از دهن و فهم و شعورتونه؟ شما رو چه به حرف زدن در مورد حقوق زنان آخه؟ گوه خورا. آره ما سلیطه‌ایم و شما از این وحشت دارید. میدونم قراره بیشتر وحشت کنید. تا الان نمیدونستید که با کیا طرفید. الان سلیطه ها یکی به یک دارن میان بالا و شما دیگه باید برید یه فکر به حال تنبون خودتون بکنید. قراره پرچم شه. حالا میریم سراغ بحث تاریخیش که اینا اولین بارشون نیست. اینا قرن هاست. ببینید قرن هاست، نه 1 سال، نه 2 سال، نه 10 سال، 100 سال هزاران زن رو کشتن، زنده زنده آتیش زدن. با آهنگ چی؟ ساحری. این کتابشه. این کتاب برید بخونید. کالیبان و ساحره. تاریخ ساحره کشیه تو اروپا و آمریکا البته. اینا هزاران سال به هر زنی که صداش بلند شد گفتن ساحره. به هر زنی که صداش بلند شد گفتن جنده. به هر زنی که صداش بلند شد گفتن سلیطه و اینجوری
زنها رو آتیش زدن، زنها رو بردن توی تیمارستان روانی بستری کردن، صرفاً به خاطر مخالفت کردن باهاشون. توی این کتاب یک قسمتش در مورد پوزه بند زنان بددهن نوشته شده، همون پوزه بند سلیطه. در اروپای عصر عقل، تازه این عصر عقلش، به زنان متهم به بددهانی پوزه بند زده میشد و آنها را در خیابان میگرداندند. روسپی‌ها محکوم به شلاق بودند یا در قفس انداخته میشدند و در معرض خفگی مصنوعی قرار میگرفتند، در حالی که مجازات مرگ برای زنان متهم به زنا مسلم بود. اینا قرن هاست با همین روش ها دارن زنها رو، صدای زنها رو میبرن، از صدای زنها وحشت دارن. زن بددهن کیه؟ همون زنی که الان بهش میگن سلیطه. بعد بددهنی از نظر اینا چیه؟ مخالفت با مردها. همین که با یک مردی مخالفت کنی، همین که برای حقوقت صدات رو بالا ببری، تو دیگه بددهنی. تو به عنوان یک زن باید همیشه مؤدب باشی، باید همیشه با عزیزم قربونت برم جانم فدات شم صحبت کنی، حتی وقتی که دارن بهت تجاوز میکنن، حتی وقتی دارن حقوقت رو پایمال میکنن، حتی وقتی که دارن با بدترین بلاها رو سرت میارن. مهم اینه که تو مؤدب باشی. مهم این نیست که دارن همه این کارا رو باهات میکنن ها. مهم اینه که مؤدب باشی. ادب تو از این که چقدر دارن علیهت ظلم میکنن، چقدر دارن حقوقت رو پایمال میکنن مهمتره. اینه عقل و منطق مرد. میخوام ببینم تو اون زمان هیچ مرد بددهنی وجود نداشت؟ اگر وجود داشت چرا واسه اونا هیچ چیزی نبود؟ هیچ پوزه بندی نبود، هیچ مجازاتی نبود؟ چرا مردها اجازه و مجوز بددهن بودن رو داشتن ولی زنها نداشتن؟ و نه تنها نداشتن، هنوزم ندارن. هنوزم حق ندارن صداشون رو بالا ببرن، هنوزم حق ندارن سلیطه باشن. چرا زنها به خاطر صدای بلند، به خاطر بددهنی، اصلا بددهنی فحش دادن، باید پوزه بند سلیطه میبستن ولی مردها نه؟ اینجا رو میخونم. ساحره همچنین زنی شورشی بود که گستاخی میکرد، استدلال میآورد، قسم میخورد و زیر شکنجه مویه نمیکرد. شورشی در اینجا ضرورتاً به هر گونه فعالیت براندازانه خاص اشاره ندارد که ممکن بود زنان در آن شرکت داشته باشند، بلکه شخصیت زنانه‌ای را توصیف می‌کرد که به ویژه در چارچوب مبارزه علیه قدرت فئودالی در میان دهقانان پرورش یافته بود. آن هنگام که زنان در خط مقدم جنبش‌های بدعت‌گذار ظاهر می‌شدند و معمولاً نیز با همراهی زنان سازماندهی می‌شد و اقتدار مردانه و کلیسا را به نحو فزاینده‌ای به مصاف می‌طلبید. بله، از قرنها پیش زنی که سر به اقتدار مردها و مرد سالاری خم نمی‌کنه، زنی که در مقابل تضییع حقوقش خفه خون نمیگیره، زنی که با گشاده رویی و مهربانی تمام حق و حقوق انسانیشو دو دستی به مردها نمیسپاره و خودش نقش یک کلفت و کیسه بارداری و کیسه سکس رو اجرا نمیکنه، میگفتن ساحره و میسوزوندنش. الان میگن سلیطه و خفش میکنن، صداشو خفه میکنن. و الان ترس مرد ایرانی از همینه، از اینکه دیگه نتونه صدای زنها رو با سلیطه و جنده و اینجور کلمات خفه کنه. قطعاً براتون پیش اومده که میخواستین یه کاری انجام بدین، یه لحظه پیش خودتون گفتید، مثلا من یه مثال خیلی ساده الان میخوام بزنم، میخواستید یه عکسی بذارید پروفایلتون توی یک فضای مجازی که مثلا پیجتون هم باز بوده، 10 بار اینور اونورش کردید و با خودتون گفتید که بذارم نذارم، یه ذره چاک ممم مشخصه، یه کم حجم سینه ها مشخصه، نذارم بهم بگن جنده، نذارم بهم بگن اینو، نذارم بهم بگن خراب، اینو نذارم به فوش جنسی بدن. قطعاً اینو براتون پیش اومده به عنوان یک زن. اگر یک زن هستید قطعاً این براتون پیش اومده، حالا شاید تا توی عکس چیزای دیگه، در کل توی زندگیتون حتما یک بار این اتفاق براتون افتاده و یک بار به این چیزها فکر کردید. این همون جاییه که مردها نمیخوان از دستش بدن. این همون چیزیه که دارن برای نگه داشتنش جلز و ولز میکنن. اینکه زن ایرانی با خیال راحت هر کاری که میخواد بکنه،
هر جوری که میخواد لباس بپوشه، هر جایی که میخواد بره، هر گرایشی که میخواد داشته باشه، هر حرفی که میخواد رو بزنه، هر جا حقش داره پایمال میشه صداش رو بالا ببره. میترسن. مرد ایرانی اگر امروز بذاره تو هشتگ بزنی به عنوان زنش من سلیتم، فردا دیگه نمیتونه توی خونه تو رو سرکوب کنه. فردا تو باورت میشه که یک سلیطه‌ای، تو باورت میشه که حق داری اعتراض کنی، حق داری صدات رو بالا ببری. بعد دیگه نمیتونه حقتو پایمال کنه. نمیتونه یکی بزنه تو گوشت بگه شوهرت هم حقمه. حالا یکی زدم تو گوشت مگه چی شد؟ سلیطه بازی در میاری. مرد ایرانی اگر امروز بذاره تو هشتگ من سلیطه‌ام بزنی، فردا به عنوان برادرت نمیتونه بگه این چیه پوشیدی، برو عوضش کن. سلیطه بازی در میاری، تخماشو پاپیون میکنی دور گردنش. اگه مرد ایرانی امروز کوتاه بیاد که تو به عنوان دخترش هشتگ من سلیطه‌ام بزنی، فردا نمیتونه بگه چرا دوست پسر داری، چرا این ساعت اومدی بیرون، داری میری بیرون، اصلا داری برمیگردی خونه، شلوارشو در میاری براش شمامه میکنی، سلیطه بازی در میاری. برای اینه که تو نباید سلیطه بشی، برای اینه که تو نباید داد و بیداد کردن یاد بگیری، برای اینه که تو باید مؤدب باشی، برای اینه که تو نباید هیچ وقت فحش بدی، برای اینه که تو باید همیشه آروم و مهربون و مؤدب باشی که مردها بتونن هر جا که دوست دارن با 2 تا داد و فحش و خشونت تو رو بترسونن، برگردونن تو اون لاین هایی که توی اون کادری که خودشون میخوان. این چیزیه که مرد ایرانی میخواد. این دلیل مخالفتش با هشتگ من سلیطه‌ام. مرد ایرانی میخواد با یک کشور پر از سلیطه چیکار کنه؟ مرد سالاری چجوری پیش ببره؟ چجوری بکن نکن برای خواهرش و مادرش و دخترش و نمیدونم همسرش ردیف کنه؟ اگه قرار باشه طرف زن مقابلش یک سلیطه باشه، رسما دیگه هیچ گوهی نمیتونه بخوره. زن مؤدب میخوان، زنی که توی تمام شرایط مؤدب باشه میخوان. چرا؟ چون زن مؤدب 2 تا کیرم تو کسه تو خواهر مادر تو گاییدن بشنوه دیگه کلا یادش میره که میخواد چیکار کنه، برمیگرده تو حاشیه امن خودش دوباره. ولی زن سلیطه 4 تا میذاره روش جوابش میده. برای اینه که از زن سلیطه میترسن، برای اینه که یک تاریخ ساحر کشی، سلیطه کشی پشت سر ما زن هاست. مرد ایرانی برو گریه کن. از این به بعد قراره که با سلیطه های بیشتر و بیشتری روبرو بشی. قراره سلیطه های بیشتری شورتتو هر روز پرچم کنن. برو بشین گریه کن، خودتو بزن، سرتو بکوب به در و دیوار، هر گوهی دوست داری بخور. همینه که هست. ما نواده های اون ساحره هایی هستیم که نتونستید بسوزونیدشون.